10 طبقه ساختمون توی 28 ساعت. شاهکار جدید چینی‌ها دنیا رو متحیر کرد. شرکت چینی براد گروپ تکنولوژی ساختی رو معرفی کرده که سرعت ساخت و ساز رو به شکل عجیبی افزایش داده، به طوری که 10 طبقه ساختمون رو توی 28 ساعت میسازن. تو این روش از قطعات از پیش ساخته شده استفاده میکنن و تمام سقف‌های ساختمون از قبل آماده شده. به گفته متخصصین این شرکت، این روش 10 برابر سبکتر و 100 برابر قوی‌تر از ساختمان‌های سنتی موجود تو بازاره. از مهمترین مزیت‌های این ساخت و ساز اینه که هر کدوم از اجزای اون به اندازه یک کانتینر حمل و نقله و به راحتی میتونن به هر جای دنیا اون رو منتقل کنن. به گفته براد گروپ، این ساختمان‌ها در برابر زلزله و حوادث طبیعی بسیار مقاوم و برای ساخت هتل، برج، بیمارستان و پروژه‌های مسکونی مناسبه و از همه مهمتر قابلیت اینو داره که دوباره بعد ساخته شدن جدا شن و تو مکانهای دیگه ساخته بشن. این نوع ساخت و ساز برای برج‌های بیش از 200 طبقه هم کاربرد داره. اینو بفرست واسه دوست سازنده‌ات که واسه 250 متری 2 سال زمان میذاره.